دوره کلاه سبز کار سختی است. حقیقت قضیه اینه که کار بسیار سختی است، چون خودم در طول این مسیر 2 دفعه تا مرگ رفتم. آخر دوره یه دوره 5 روزه 6 روزه ای است به نام لانکوپ یا لانگ هاپ، آرزوی دیرین. شما رو از یک مسیر تو بیابون رها میکنن بدون اینکه آب داشته باشی، غذا داشته باشی و امکانات دیگری همراهت باشه. 5 روز بعد در یک جای دیگری که نقطه کردن شما باید حضور پیدا کنی. اگر بخوابی کمین میزنن و دستگیرت میکنن، اگر استراحت بکنی به همین ترتیب، اگر جای سراغ غذا بری به همین ترتیب، الا اینکه با طبیعت سازگار بشی و 5 شبانه روز اصلا نخوابی. غذا رو هر چی در بیابون گیر بیاری و تو جنگل گیر بیاری باید بخوری و طوری هم حرکت بکنی که اونهایی که اطراف شما دارن حرکت میکنن، میدونیم که هستن کسانی که دارن نظارت میکنن، پیدات نکنن و در انتها برسی اونجا. شما حساب کن چه وضعی برای یه انسان به وجود میاد. به همین دلیل هم میگن آرزوی دیرین. و تازه انتها که رسید اون نقطه، به ازای هر نفر 5 نفر میریزن سر، دستگیرت میکنن توی گونی، میدن توی کامیون، 50 کیلومترها رو تو کامیون اینور اونور میافتی، پشت کام میبرن تو اتاق شکنجه. 24 ساعت تو اتاق شکنجه نگرت میدارن که انواع و اقسام شکنجه ها رو میدن. اگر یک دونه سوال علیه کشورت بگویی، تو را دوره معاف میکنن، در حالی که 9 ماه شما دوندگی کردی. و یکی دیگهش انتهاش 2 است، میشه 2 سیمایل. سیمایل یعنی 48 کیلومتر. 48 کیلومتر با تجهیزات، یعنی با پوتین، با کوله پشتی، با تفنگ، با خشاب، با کلاه آهنی. 48 کیلومتر مسیر کوهستان باید شما بیای ظرف 5 ساعت. تو بسته زمینی هم ما همین تکاور رو داریم، اما تکاور دریا یک ویژگی های دیگری دارد که اضافه بر کاری که روی زمین در کوه و جنگل و کویر و بیابان انجام میدهد، باید در سطح دریا و زیر دریا هم بتواند عملیات انجام بدهد. ولی واقعا اگر عاشق نباشی، علاقمند نباشی و تصمیم قطعی نداشته باشی، نمیتونی این دوره رو پشت سر بگیری.